بلکه به نفع تمامی منطقه و حتی کمک به صلح و ثبات جهانی خواهد بود. در ابتدا مایلم نگرانی‌های اصلی کشورم رو در ارتباط با افغانستان بازگویم و پس از آن اشاره‌ای به راهکارهای مقابله با این نگرانی‌ها در قالب تقویت همکاری‌های منطقه‌ای خواهم داشت. عمده‌ترین نگرانی‌ها از ناحیه افغانستان عبارتند از رشد ناامنی و خشونت، افزایش چشمگیر انواع و اقسام جرائم سازمان یافته از جمله افزایش تولید، تجارت و گردش مواد مخدر، کشتار مردم بی‌دفاع و غیر نظامی، دخالت‌های نابجای قدرت‌های نظامی خارجی، رشد پدیده نامبارک تروریسم و بنیادگرایی افراطی، قاچاق انسان و کالا و ادامه حضور نظامیان بیگانه در افغانستان. اینها مهمترین نگرانی‌های ما از ناحیه افغانستان است و معتقدیم تمامی این بحران‌ها و مشکلات طی سالیان اخیر به خاطر حضور